خاطر عزیزای دلی من باز مراجعت ما همیه که هر خیل سایت ها پیوست نشیم، هر خیل انسان ها باور نکنیم، هر خیل انسان ها را امر معروف هاش گوش نکنیم. ما در بسای حاجی میرزا داریم، ایشون نوریدین داریم، داملا عبدالرحیم داریم، اینقدر واعظای حق رسان داریم برای ما همیا کفایت کننده هستن. ما دیگه به هیچ کس بگیم احتیاج نداریم. فریب هر کس هم عزیزای دل من نخریم. الحمدلله رب العالمین. این تاجیکستان ما و شما بسیار داملاهای داره که گوش کن. این های جنت، این های دوزخ، اینا مطرح کنکریت نمیگم جد کی جو های. یک آدم شش هفت باشه قانون کنه و مسئول در 70 کنه و یک بازی سیمینگر حق نکنه. این چی مذهب دین است؟ الوها خفه شدن. این یقین بودم که اون مردم میگن خدا زاده باش، ما و شما بعد اینکه زیارت قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم را میکنیم مستحب است که 3 بار طلب کنیم که اسألک الشفاعة یا رسول الله، اسألک الشفاعة یا رسول الله، اسألک الشفاعة یا رسول الله. خدا را در خواب دیدن، خدا با انسان هم صحبت کردن حق است و راست است. بعد الله گفت که بعد ای بزرگی خودش نامی پدر و مادر گفت ای مردم من در بالا خدایم، در خانه‌تون پدر و مادر ای خدا. میکردم یک روز یک بچه که خورد در طیاره همراه ما بود دیگه آمد مرا میگه قارده بود آمد پیش من مرا میگه انکل اوار من گفتم فاین اوار اردو جنتی من گفتم ولی انگلیش خود بچه یک بود انگلیسی را میاد داشت اردو را میاد داشت باز کردم من چیکار کجا میری و چطور چرا هست باز نخواستم که اگه میشه بچه یک هوشیار است همین مسلمان شوه. برش گفتم که بیتا گفتم شما چرا گوشت گاو نمیخورین؟ الله خالق آسمان و زمین بر ما شما گوشت خلق کرده که ذبح بکنیم بخوریم. همین قسم مرغ میکشیم مرغ میخوریم، همین قسم گوسفند میکشیم میگم. این بچه یک به تشویش افتاد بعد گفت راستی گفت چرا نمیخوریم؟ رفت پیش پدرش مادرش پشت سر بود برازا گفت که چرا ما گاو نمیخوریم؟ این چی یک به عقلی نیست؟ اون مادرش آمد پدرش برش گفت که گاو که هست مادر از شیر میده، مادرم که از کشته گوشت خورده بخو مادر ماست. پسی بچه آمد بر من گفت که انکل، من گفتم چه؟ گفت که بابوجی نے کہا کہ یہ تو ماں ہے ماں کی میٹ کوئی نہیں کھاتے گوشت گوخ کس نمیخورن. ما گفتم نرش بخو بابته. گوای چوچه داره گفتم ما نمیکشیم نگاه میکنیم که چوچه بتا شیر بده. پدرش گفتم برو از پدر پرسان که بگال اوخ مادرم است ولی دیگهش پدرم است که نخورمش یا ایده بخورید. یک رفت اونجا بردکم از گفت که پیٹو من دیگه نر پیشه تو که عقیدیت خراب میکنن. چطور میکنن چنان میکنن این الله متعال چی میگه اتخذوا گرفتنی مردم کی را؟ احبار خدا و رهبان خدا و راهبای خدا ارباب من دون الله و المسیح ابن مریم و ما امروا الا لیعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما یشرکون. چرا اینایی کار کردن یا الله؟ میگه یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم. یا از این مولای درباری دلار پرست پیسه پرست از این پیروی میکنن، از این پیرای شکم پرست پیروی میکنن. به خاطر چی؟ به خاطر که احبار و رهبان و پیروایشان میخواین که نور الله را با زبانهای خود بند بکنن. یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم و یأبی الله الا ان یتم نوره. لکن الله ابا می‌ورزد مگر این که نور خدا چی کنه؟ تکمیل بکنه. در هر عصر برای هر فرعون یک موسی هست، برای هر باطل پرست یک حق پرست هست، برای در مقابل هر دروغو یک کس راستگو هست، در مقابل هر احبار و رهبان یک عالم ربانی هست که کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان میکنه.
و در قصه مرگ هم نمی باشه، به خاطر ازی که مرگ چی هست؟ الموت یأتی بغتتا، مرگ ناگهان میه. از این که بعد از مرگ رسوا باشی، شرمنده باشی، اول ملائکه بیای زنجیرها رو در گردنت پرته که ای عالم خبیثه که تو به نام عالم دین مردم عقیده غلط دادی، ای پیر خبیثه که به خاطر نفس خود جوانا را منحرف ساختی، به این خاطر آل دیگه خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسله ذرعها 70 ذراعا فاسلکوه انه کان لا یؤمن بالله العظیم. زنجیر بسته میشه، زنجیرهای آتشی در دان از این عالم انداخته میشه و الله متعال برش میگه خذوه، بگیرین اینا را، فغلوه، خوب اینا رو در زنجیرها در دست و کمر و پای و گردنش بردین، ثم الجحیم صلوه، بازی رو ببرین در آتش دوزخ پرتین. چرا؟ ای به خاطر با این نام و لقبی که داشت جوانا را بازی میداد. انه کان لا یؤمن بالله العظیم. الله متعال از این حالت انسان حفظ بکنه که الله متعال به انه کان لا یؤمن بالله العظیم.